سلام علیکم. حضرت داملا یک پیشوا داریم که دایم کارش همین است که اگر چیزی ندهی در یگان کار و بارد یا معرکه های خرسندیت یا مصیبتت اشتراک نمیکند. این خیلی پیشواهایی بوده است که اگر تا حق شکی نمیتی در یگان کار و بارد راست نمیسته، نه در معرکه خرسندی نه در معرکه مصیبت. حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم پیشوای ما میفرماید این المسئله لا تحیلو. ببینید طلبیدن حلال نیست. وقتی همون پیشوا هست، وقتی همون گوییم که از جمله شیخ است، از جمله عالم است، از جمله ایشان است، از جمله کسی نباشد، وقتی میگوید که حق مرا دهید، وقتی طلب میکند، این حبیب خدا گفتن حرام است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما سرحد گذاشتیم به امر الله، گشت آماده‌ایم قریبی اوفا. شهر بچه‌ها همش داکیومنتشون بود شدگی بود. 3 سال 4 سالشون گذشته بود. 6 نفر شخصانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته با سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل می‌کنند. و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است با ماشین‌های مخصوص. معلومات بیشتر بر رقم روی اکران بوده تماس بگیرید. خوشخبر برای همه شما. اویاکش برای شما امکانیتی کلان میدهد. کجایی که سفر کردنی هستین شما میتوانید که از خانه نبرآمده با طریق تلفن بلیط های ارزان را خریداری نمایید و این چنین از بزنید برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم های روی اکران بوده تماس بگیرید. برای شما سفری خوب خواهانیم. نفرونه که قد پست دارد و میخواید قد بلند داشته باشد، یا اینکه فربه هستید و میخواید خراب شوید، یا اینکه خراب هستید و میخواید فربه شوید، یا اینکه زنهایی که از بیماری های زنانه اذیت میکشند، یا اینکه از دردهای معده، روده، گرده اذیت میکشند، با همه این شرکت شفافرما کمک میرساند. یا اینکه زنهایی که از مارشینه یا از داغ‌های سفید روی اذیت میکشند، با همه این شرکت شفافرما کمک میرساند. غیر از این شرکت شفافرما برای شما حجامه به پول را پیشنهاد مینماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارند هم رفته حجامه کند، هم داروهای خود را دسترس نماید. مرحمت. حرام. هیچ وقت امت محمد باید طلبنده نباشد. حبیب خدا میگه لو تعلمون ما فی المسئله ما مشى احد الى احد یسأله شیئا. اگر شما میدانستین که طلبیدن چند قدر بیناموسی است، بیعاری است، شما هیچ وقت پیش یک برادر مسلمان تان یک قدم برای طلبیدن نمیزدین. یکی افسوس که این طلبیدن شخصان برای خود اختیار کردند که ناموس ندارند، اونا گویم حیا ندارند. برای همین ما و شما حق نداریم که گویم برای ما فلان قدر مبلغ جدا کن بعد من در کار و بار تو راست میستم، یا اینکه من فلانی زاده ام، من بالای همه شما گویم سردار هستم یا فلان هستم، باید که برای من شما مبلغ جدا کنین، برای من نظر دهین. این در اسلام ما وجود ندارد. بعضی ساده های ما و شما را اونها می ترسانند. حقی مرا بده. وقتی مثال تو نمیدی بعد وای من میکنند نمیتی، حقی مرا نمیتی، حقی گویا که تمام یعنی ندادی تمام تو میسوزی. نه، خودش میسوزه. او دعا هم ندارد برادر عزیز. باور کن نترسین. این چیزی چی گپ نیست. اسلام ما باید طلبنده تیار نکند. امروز برای چی ما میگیم که همون بچه‌هایی که در راه ها هستن صنف 1 و 2 میخوانند یا از اون در پستر هستن اونا را شما پول ندین. به چی خاطر؟ به خاطری که در طبیعت او طلبیدن میموند و آیسته آیسته میده میده آخر کلان شدن میگیرد. با همین راه طلبیدن الک عادت میکند و دیگر در مکتب نمیخواند و دیگر مکتب هم که رود تمامی حش و خاطرش به سوی همون اطراف مزارهایی که امروز طلبنده ها در اطرافش نشستند. انا فقط تمام خاطرش هم گویم حشش طرف همون مزار، طرف همین امروز قبرستان ها را جای کردن. میبینن که مردم قبرستان میرود، در
نزد قبرستان که باز پول تقسیم کنی که هست، این کودک ها همون جمعی روند تا که با اونها پول دین. شما ندهین بر اونها پول، اونها را شما خودتان تلبنده میکنین. امروز این بهبودی که الحمدلله در تاجیکستان شده ایستاده است. شما میبینید روز به روز زوادها باچیده ایستند، روز به روز راهها کشاده شده ایستادند. امروز کدام بدفرد تاجیک این زوادها را سرداری میکند؟ ما و شما که وقتی که فقط تلبنده تیار کنیم، همین تلبنده هایی که امروز داریم، کتکت هایی که هستند، مردم هم میترسانند که حق ما را بده، نمیتی خیلی میبینی همیناش بسند. ایناش بیا ما و شما تلبنده نکنیم. ایناش بگذار که بیچاره خوانند، بگذار که آینده دار شوند، در همین جامعه تاجیکستانی ما و شما خدمتگار شوند. اینا درست نیستند. تلبیدن حلال نیست برادر عزیز. این ملاگی و باور کنین پدرای عزیز، ایشانی و شیخی که برای خدا نباشد، به خدا قسم در نزد پروردگار از کرم لای خورک دیده، این انسان در نزد خدا به قدر هست. باید همه عمل ما از برای خدا باشد. باید چی ملا باشد، چی شیخ باشد، چی ایشان باشد، چی فلانی زاده باشد، باید امروز فقط خدمت اسلام کند، نه برای مبلغ. اگر تو در راه خدا خدمت کن، الله خودش در قرآن میگوید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این پروردگار میگوید ای انسان، تو از پروردگارت بترس، در راه پروردگارت خدمتگار باش، چنان رزقت میتم که در گمانت نیست. آنقدر مبلغ و پول از هر راه برای تو میارم که در فکر در خیالت نیست. این وعده پروردگار است. همین انسانایی که امروز خدمت پروردگار میکنن، به تلبیدن روزشان الحمدلله که رفته ایستاده است. برای همین ما و شما این تلبیدن برای خود اختیار نکنیم. این برادر ما هم حق دارد که برای این گونه پیشوا حق جدا نکند. هیچ وقت حق جدا نکن. از دوغ و پوپیسش هم نترس. انشاءالله تو در نزد خدا از این دیده با قدر تر هستی. با آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. اینجا در یک سوال ها را خیلی دیگر میگذاریم، زیرا جمعه آینده من در باب صبر در مصیبت که خیلی از برادران اینجا از ما طلب کردن، من صحبت میکنم که صبر در مصیبت و صبر در معصیت، از معصیت چی معنا دارد. من برای شما انشاءالله اینا بیان میکنم. خیلی موضوع لازمی هست برای امروز ما و شما. جنازه بابای ولی 30 سامان، بابای ولی خدا رحمت و مغفرت کند، یکی از عضو همین جماعت ما بود که در همین محله زندگی میکردن. فرزندای خدا را شکر که با نماز دارد. بابای ولی 30 سامانی روان کردن که در حقش دعا کنیم. بابای احمد 10 سامانی، بابای حاجی زین الدین 10 سامانی، برادرمان استاد سبز علی و بحرالدین باباجان که برای همین مناره را تعمیر کردند، امروز مهنت کردیستند، در حق اینها گفتن دعا کنید. در حق پدر و مادرم دعا کنید. حاجی سید حامید از کوهدامن 10 سامانی، بابا خان از کارز در حق مادرم بیمار از گفتن دعا کنید، 10 سامانی روان کردن. خدای مهربان این بنده هایی که الحال نانگیر شدن، خدایا گذشتگی هاشون رحمت و مغفرت بگردانی، زنده هاشون خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی و هر مراد و مطلوب هایی که در دلشان دارند خدای مهربان با فضل و کرمت برآورده بگردانی و تمام آن بندگانی که در این صندوق خیریه که امروز برای بهبودی همین مسجد صرف شده ایستاده است خیر احسان میکند. خدا این خیرها را به درگاهت مقبول و خدا از همه آفتها در حفظ امانش نگه دارد. در دنیا بسیار گفته باشد اللهم صل علی محمد. کسی که در دنیا این کلمات زیاد گفته باشد، حبیب خدا میگوید در روز قیامت از همه بندگان خدا دیده این بنده با قدرتر و با شرافتر در نزد من در روز قیامت می باشد. حضرت عبدالرحمن ابن عوف که یکی از صحابه های گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شمار می رود، می گوید بار در یکی از باغها داخل شدم، نگاه کردم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سری مبارک در سجده گذاشتگی است.
به نزدیک او آمدم، خیلی مدت منتظر شدم که خیلی سجده طولانی کردند. بعد این سجده میگوید سر مبارک برداشتند و به سوی رسول اکرم گفتم ای حبیب خدا، اینقدر سجده طولانی کردی، اینقدر سجده دراز کردی، گمان کردم که از جسم مبارکتان روحتان جدا شده است. حبیب خدا گفتند در حالت سجده حضرت جبرائیل آمده بود و به من از نام پروردگارم سلام آورد و گفت من صلی علیک صلیت علیه فسجدت شکرا لله تبارک و تعالی. حضرت جبرائیل آمدن گفتند که الله بر تو سلام میگوید، بعد سلام این که کسی که اگر بر نام تو یک بار میگوید اللهم صل علی محمد، من که خدای او هستم 10 بار درود و رحمت به حق اون بنده میفرستم. این بشارت پروردگار وقتی که نزد من آورد، فسجدت شکرا لله تبارک و تعالی، من این نعمت را شکرانه کردم و به سوی پروردگارم سجده طولانی کردم. از این خاطر از ما و شما هر کسی که اگر به نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستد، خوش به حالش که انشاءالله وای چه در قبر و چه در روز قیامت یک یاردمچی بهترین برای ما به حساب می رود. حتی همین صاحب قصیده برده عبدالله بصیری که گوییم که به بیماری فلج گرفتار بودن، حضرت میگوید شبی که من 100 صلوات بر روح پیغمبر خدا فرستادم، همان شب حبیب خدا را در خواب دیدم و او حضرت میگوید یک جامعه در بدن داشتند، بالای من پرتافتند و گفتند ای عبدالله بشارت به تو که تو صحت و سلامت شدی. وقتی سحر میگوید بیدار میشوم، همان فلجی که چندین ساله در وجود من بود، این بیماری از جسم من جدا شده است. من شفای کامل یافتم از فضیلت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. اگر ملال خاطر نباشد نزد شما یک سوال میارم. یک برادر اسلامی داشتیم که صاحب 2 فرزند بود. قضای الهی او را از این دنیای فانی به دارالبقا برد. بعد آش چیلی او همسرش بطن 4 ماهه خود را اسقاط کرد. در این بابت چی میگوید؟ آیا این شریعت اسلام این را چگونه قبول میکند؟ با احترام داده عشق خدا از ناحیه میر سعید علی حمدانی، طالب جان احمد. السلام علیکم و رحمت الله. یعنی این برادر سوال کردن که وقتی که یک رفیقی داشتیم صاحب 2 فرزند بود، با قضای الهی این دنیا را پدرود گفتند و در شکم عائله‌اش باز یک فرزند بود که 4 ماهه بود. بعد وفات این شوهرش این فرزندش اسقاط کرد، یعنی ابورت کرد. آیا این در نزد شریعت چی هست؟ ما بار هم گفته بودیم که تا 4 ماهگی اسلام رخصت میدهد که اگر زن همان فرزندی که در شکم دارد ابورت کند اجازت است. لیکن وقتی 4 ماه شد دیگر در 4 ماهگی اسلام اجازت نمیدهد که زن ابورت کند، اجازت نیست. زیرا که در 4 ماهگی الکی روح در این جسد دمیده می شود، یعنی این فرزند صاحب جان می شود. تا 4 ماهگی این جان نداشت. در 4 ماهگی که صاحب جان می شود، وقتی اگر وی ابورت میکنی همچون قاتل نفس، همچون آدم کش در نزد خداوند معرفی میشوی. لیکن تا 4 ماهگی اگر ابورت کرده باشد
این در اسلام هیچ ضلال زیانی ندارد. السلام علیکم داملای شیرین بیان. میگویند که روزه ماه رجب در حدیث نه آمده است. آیا این حق است؟ و طریقه درست روزه‌داری چگونه است؟ اصلا الحال ما و شما در ماه رجب قرار داریم. امروز 23 ماه رجب است. از روز پنجشنبه گوییم که داخل شدن این ماه رجب از روی حساب احجزده بود، حساب کردیم امروز 23 ماه رجب. لیکن در ماه رجب روزه داشتن و نماز خواندن در یگان حدیث صحیح وارد شدگی نیست که ماه رجب روزه داشته باشد، ماه رجب نماز داشته باشد. اگرچند که در بعض کتاب‌های فارسی ما و شما از فضل و از بزرگی این ماه رجب صحبت ها می رود، حتی از نماز و روزش، لیکن اونها اساس علمی ندارند، اساس های علمی ندارند. طریقه درست روزه‌داری این روز دوشنبه و پنجشنبه است. اگر در همین ماه رجب یا بیرون ماه رجب شما روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه‌دار باشید، این سنت از سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شمار می رود. وقتی حبیب خدا را از روز دوشنبه پرسیدند ای حبیب خدا آیا روز دوشنبه چرا روزه گیریم؟ حضرت گفتند این روز تولد من است. روز دوشنبه روز تولد من است. روز دوشنبه روزی هست که من پیغمبر شدم. روز دوشنبه روزی هست که حضرت جبرائیل برای من وحی آورد. و حبیب خدا گفتن روز دوشنبه و پنجشنبه دیگر حکمتش این است که همه عملهای نیک و بدی شما پیشنهاد پروردگار می شود. آیا قبول می شود یا رد می شود این الله می داند. حبیب خدا گفتن دوست می دارم که زمانی که عملهای من پیشنهاد پروردگار شود در روز دوشنبه و پنجشنبه و من روزه‌دار باشم. یعنی روزی که روزه‌دار باشم و عملهام پیشنهاد پروردگار باشد این را من گفت دوست می‌دارم. از این خاطر بهترین روزه روز دوشنبه و پنجشنبه کدام شما می‌خواهید؟ و دیگر روزه این است که 13ام، 14ام، 15ام هر ماه 13ام، 14ام، 15ام 3 روز از هر ماه اگر شما روزه گیرین حبیب خدا گفتن در نزد پروردگار اجرش این است که 1 سال کامل شما روزه‌دار هستید. نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الوصال، لیکن از روزه که پی در پی باشد از این حبیب خدا باز من کردند. شما 2 ماه و 3 ماه پی در پی روزه نگیرید که این اجر ندارد، این ثواب ندارد. بعضی آدمی هست که سال روزه میگیرد. حبیب خدا گفتن از این من شما را من میسازم، شما گناهکار میشوید. هر یک جسم بالای شما حق دارد، گفت دستها حق دارد، شکم حق دارد، چشم حق دارد. شما حق اینها را چکار نکنید؟ ویران نکنید. این از طریقی درست روزه‌داری ما و شما این است. از این خاطر از همه مادرها خواهش من این است که بسیار از ما چی تلفنی و چی غیر تلفنی پرسان میکنن که چند روز روزه داریم. برای همه مادرهای ما و شما، خواهرهای ما و شما که امروز به ماه رجب اخلاصی خیلی کلان دارن و حتی همون حدیثی که در کتاب آمدگی است که ماه رجب این ماه پروردگار است، این حدیث صحیح نیست. این حدیث صحیح نیست. و مادرهای ما میتوانند که از روزه رجب دیده بهترین عمل این است که شوهرهاشون خرسند کنند، شوهرهاشون احترام کنند، فرزندهاشون تربیه کنند، عفت و حیا را در وجود خودشان را دهند. این از 1000 ماه رجب روزه داشتنش بهتر است. امروز میبینی سری خواهر ما و شما لوچ است، روزه‌دار است، در زبانش تمام کلمات بی حیایی وجود دارد، لیکن از ماه رجب روزه دارد. اینا هیچ معنا و فایده ندارد.
برای همین از همه مادرهایی که روزه ماه رجب می‌دارند توصیه ما این است که شما در این ماه رجب خدمت شوهرهاتان کنین، بیرون از رجب هم در خدمت شوهر قائم باشین. ان شاء الله شما در نزد پروردگارتان اجر خیلی بلند بگیرید. بزرگی این ماه رجب این است که در این ماه معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. 27 این ماه با اکثر روایت گویم روز سه‌شنبه روز معراج پیغمبر خداست. بزرگی این ماه را انا همین شرف و شمین است که حبیب خدا در این ماه نزد پروردگارش با درخواست پروردگار نزد الله رفتگی هست که این است سوره اسراء: سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پروردگار این شب معراج، این عروج رسول اکرم به نزد خودش به نص قرآنی و آیت‌های قرآنی برای ما و شما خبر داد. اگر کسی که این معراج پیغمبر قبول ندارد یا میگوید که وی در خوابش رفتگی است به جسم نرفته است، وی کافر می شود. زیرا این نص قرآنی است که محمد صلی الله علیه و سلم نزد پروردگار رفتگی هست. که قرآن هم این حکایت میکند که میگن در روایت ها که شاید در خانه ام هانی بود از یکی زنهایش. بعضی روایت ها این است که بین حتیم، همون بین یک سنگی که در کعبه هست و بین خانه کعبه همونجا یک کاواکی هست، یک کشادی هست. همونجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با پهلو بودن، خواب بود. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام. کلمه لیل استفاده می شود که لیل این شب را میگوین عرب ها. شب حضرت میگد خواب بودن که ناگاه کسی پایش می مالید. چگونه ای که یک فرزند پای پدر می مالد، پایش می مالید. نگاه میکند که جبرائیل امین در پهلوش نشسته است. جبرائیل پای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مالیش میداد و می مالید. حضرت از جاش گفتند السلام یقریئک السلام، ای محمد از جات خیز که الله به تو سلام فرستاد و تو را با یک تشریف رسمی به سوی آسمان دعوت دارد. الحال ما و تو یک جایه باید سیری بر آسمان کنیم. حبیب خدا میگوید از جاش خیستند. براقی که از اسب پستر و از خچیر بالاتر بود میگوید پیغمبر و رنگی سفید داشت که با یک چشم نگاه کردن سرعت حرکتش اینقدر تیز بود که حتی چشم رسیدگی ده این براق میرسید. بالای این براق مرا سوار کردند و این جلوی براق می داشتگی جبرائیل امین بود که میگوید مرا حرکت دادن به مسجد اقصی آوردن که این در فلسطین است. وقتی اینجا رسیدم یک توده پیغمبرهای زیاد از دوره های حضرت آدم تا حضرت عیسی در این مسجد اقصی روحشان وجود داشت. وقتی ما داخل مسجد شدیم و خیال گذرانیدم که نماز کی میخوانده باشد. حضرت ابراهیم میگوید از بین این پیغمبرها نزد من آمد و دست مرا گرفت و پیش نماز آورد. گفت تا امروز این مسجد اقصی از بنی اسرائیل بود و اینجا گویم نزول وحی بود و همه پیغمبرها از این مکان برآمدند. از این روز اعتبارا این مسجد اقصی از تو و از پیروان تو هست. چگونه که امروز این مسجد اقصی در دست مردم یهود است که مسلمان ها را در اونجا خیلی آزار و مشقت میدهند، که چگونه که امروز هم این دست خونالود یهود هیچ خانه مسلمان قرار نمیماند. فرزندهای مسلمان ها گویم همه بیچاره ها یتیم و در بدر و سرسان و سرگردان است از دست این قوم ظالم. خداوند
در آن نقشه هایی که اینها نسبت مردم مسلمان میکشند خودشان خدای مهربان سرگردان بگردانند و چگونه ای که خانه مسلمان ها را این قوم ویران کرده ایستادند، سرسان و سرگردان دارند، خدای خاندان اینها را ویران بگردانید. حبیب خدا میگه 2 رکعت نماز خواندیم. مختصرا من میگم برای فضیلت همین ماه رجب حضرت میگه در براق مرا سوار کردند و آسمان به آسمان از حضرت آدم سرکردگی در آسمان اول پروردگار میگه آسمان ها را زینت داد. بعد زینت دادن تمام پیغمبرها را امر کرد که حبیبی مرا پیشواز گیرید. ملائکه ها را میگه صفی در صف کرد. حبیب خدا هر آسمانی که میدرامد السلام علیک ایها النبی، ای پیغمبری خدا خوش آمدی گفته پیشواز میگرفتند. حضرت آدم بود. در دویم آسمان میگه حضرت عیسی را دیدم. در سوم آسمان حضرت یوسف را دیدم که خیلی حسن زیبایی داشت که چنان حضرت یوسف میگه زیباگیش دیدم، آنقدر زیباگی داشت که قریب گویا نصف زیباگی تمام بنده های خدا در چهره حضرت یوسف گذاشتگی بود. لیکن حضرت جابر چی میگوید؟ وقتی میگه پیغمبر خدا جمال حضرت یوسف را تعریف کردن و خدا قسم میگه شب از شبها که ماهتاب 15 روزه بود، اینقدر روشن بود. من نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدم، زیارت کردم، یک بار نظر میکردم به ماهتاب، یک بار نظر میکردم به چهره حبیب خدا محمد. قسم به خدا گفت چهره محمد از آفتابم دیده روشنتر بود، از همون ماهتابم دیده چهره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روشنتر بود. اگر خداوند حسن نصف بندگانش در جمال یوسف گذاشته باشد، تمام حسن بنده هاش در محمد صلی الله علیه و سلم گذاشتگی بود.